خب من برای بررسی کردن RSI اومدم به سایت اینوستوپدیا مراجعه کردم که یه جورایی مرجع و ویکی‌پدیای اصطلاحات مخصوص بازارهای مالی هستش. از اسم RSI که با هم دیگه شروع بکنیم، Relative Strength Index، یعنی شاخص قدرت نسبی. حالا قدرت نسبی بین بایرها و سلرها، فروشنده ها و خریدارهاست طبیعتا. خب همین رو اگه یکم با هم بخوایم تحلیل بکنیم، یعنی که RSI همیشه میاد میگه که قدرت نسبی کی بیشتره دیگه، یعنی اینکه میگه که آقا الان به نظر من قدرت دست خریدارا یا فروشنده است. اما ما دو تا چیز رو باید بررسی بکنیم. یکی اینکه این اصلا چجوری حساب میشه تا بتونیم درک بکنیم این حرفی که داره میزنه قدرت دست خریداراست از کجا داره میاره و چقدر میشه روش حساب کرد. و دو اینکه ببینیم با توجه به اینکه همه میگن از اندیکاتورها نمیشه استفاده کرد، اندیکاتورها تاخیر دارن، چجوری میتونیم توی تریدامون از این اندیکاتور استفاده بکنیم و سود ببریم. خب اول از همه نحوه محاسبه کردنش اینجوریه که ما RSI رو توی یه محدوده بین 0 تا 100 در نظر میگیریم و همیشه هم به ازای هر کندل به ازای اون پریودی که براش در نظر گرفتن که معمولا 14 روز است اینجوری حساب میکنن. 100 منهای 100 تقسیم بر 1 به علاوه توی اون پریود بالاترین بالایی که زدم چقدر بالاتر از الانم بوده و پایین ترین پایینی که زدم چقدر پایین تر از الانم بوده. اینجوری من مقدار RSI رو میتونم حساب بکنم. دو تا لول خیلی حساس براش وجود داره طبق گفته اینوستوپدیا و اون 70 و 30 هستش. یعنی اگر RSI مقدارش به زیر 30 برسه یعنی که قدرت خریدارها بیشتر شده یا به عبارتی اوورسول شده و زیادی فروختنش. همین برعکسش برای بالای 70 هم وجود داره. توی ویدیوی قبلی متوجه شدیم که RSI چجوری محاسبه میشه و فهمیدیم که دو تا لول حساس 30 و 70 داره. اما معامله کردن فقط با این دو تا لول به نظر من ساده لوحانه است و خیلی نمیتونه جوابگوی این بازار پیچیده باشه. اما چی میتونه خیلی باعث بشه که ما بهتر بتونیم بازار رو درک بکنیم به کمک RSI؟ اون واگراییه. یعنی چی؟ ببینید من به یه مثال رجوع میکنم. الان یه ترند نزولی رو اینجا داشتیم که داره کف‌های پایین‌تر میزنه، اما RSI داره میگه آقا قدرت خریدارها داره همینجوری بیشتر و بیشتر میشه. چرا؟ چون ما اینجا داریم یه دونه لو میبینیم که خب RSI هم لو زده، اما توی لو بعدی که لوور لو هستش RSI داره هایر لو میزنه. این به ما اینو نشون میده که درسته که قیمت داره کاهش پیدا میکنه، اما RSI یا شاخص نسبی قدرت بیشتر داره سنگینی میکنه به سمت خریدارها و پایینتر نزده. حالا ما میتونیم همین رو برداشت بکنیم که احتمالاً قرار قیمت برگرده. همین اتفاق هم که میبینید اینجا توی این مثال افتاده. روی چارت هم من یه دونه اندیکاتور نوشتم که کارش اینه که همین واگرایی رو در نظر بگیریم. مثلا اینجا رو در نظر بگیرید، اینجا یه ترند سعودی کوتاه مدت داشتیم، اومدیم یه دونه هایر های زدیم، اما قدرت نسبی داشته کاهش پیدا می‌کرده. نکنید اینجا و اینجا این دوتا کندل، این کندل بالاتره اما RSIش پایین تره، پس میشه پیش بینی کرد که احتمالاً قیمت قراره ریزش بکنه. مجددا بین این کندل و این کندل همین اتفاق ما شاهد هستیم. یعنی چی؟ یعنی در صورتی که توی کندل داریم هایر های میبینیم، هایر های نمیبینیم و مشاهده نمیکنیم توی RSI، بلکه داریم لوور های مشاهده میکنیم و همین میتونه به منزله پایان ترندمون باشه. جای دیگه که این موضوع خیلی میتونه کاربرد داشته باشه کجاست؟ ما هممون احتمالاً با الگوی دبل باتن و دبل تاپ آشناییم که میره دو بار مثلا به یک سقف قیمتی حمله میکنه و نمیتونه اونو بشکونه. تجربه نشون داده که خیلی وقتا توی این دبل تاپ ها اون بار دومی که قیمت حمله میکنه به سمت اون قیمت، RSI توانایی این که خودش رو دوباره به اون لول قبلی برسونه نداره و میاد یه دونه لوور های میزنه. این برای حالتیه که بخوایم سل بگیریم و استفاده RSI اینجا مطرح میشه که ما بخوایم پایان یافتن یک ترند رو از روی این موضوع بفهمیم که شاید توی قیمت ما داریم همچنان به همون سقف حمله میکنیم اما قدرت نسبی کاهش پیدا کرده و حدس میزنیم که جهت قراره برگرده.